دور دوستان، اینجا یه دستگاه 13 پرو مکس با مشکل صفحه سفید داریم که از شهر زیبای رودسر برامون ارسال کردن و گفتن که ضربه خورده و میخوان یه LCD اورجینال بندازن و اینکه رفع ارور تعویض LCD رو هم براشون انجام بدیم. برای اینکه ارور تعویض LCD برطرف بشه نیازه که اول اطلاعات قبلی LCD رو روی LCD جدید با دستگاه ویوان SE شرکت JC رید و رایت کنیم. البته قبلش LCD رو تست میکنیم و از سلامتش مطمئن میشیم. قبل از اینکه از گزینه تعویض استفاده کنیم یه نگاهی به مدار LCD میندازم تا شاید با سیم کشی تعمیر بشه که متاسفانه مدار کاملا سالمه و پنل دستگاه مشکل داره. قسمت حساس بازی اینجاست که باید ماژول LCD رو با فرز ریموف کنم، یعنی در واقع داریم با 20 میلیون وارد بازی میشیم برای بردن 4 میلیون تومان، چون کوچکترین سهل‌انگاری ممکنه LCD 20 میلیون تومانی رو به فاک بده، ولی همیشه تجربه و مهارت کار رو در میاره و درصد خطا رو به حداقل میرسونه. خب بعد از ریموف کردن ماژول باید ماژول اصلی رو که حاوی اطلاعات یونیک همین دستگاه است رو جدا کنم و بعد از شابلون روی LCD جدید جایگذاری کنم به این شکل و در انتها برچسب گارانتی 1 ماه اپل پارک رو میزنم و کار تمومه و میریم برای تست نهایی دستگاه. فلت پروکسیمیتی رو جابجا میکنیم و همینطور که میبینید اینجا تاچ دستگاه به خوبی عمل میکنه و هیچ اروری هم تو تنظیمات نداریم و بعد از بستن کامل دستگاه بررسی نهایی رو انجام میدم و در آخر به جای اینکه سیگار بکشم یه جلو بازوی خوشگل تقدیم نگاه زیبایتون میکنم.